دوستان از وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما یه حالت دیگه هم می‌خوایم بررسی بکنیم که زمانی که ابر کمای جا مونده شکل میگیره، عرض کنم خدمت شما که این ابر کما دقیقاً در یک ناحیه‌ای قرار گرفته باشه که خودش قبلا آمده شکل داده. یعنی این ریزش که رو ابر کما دارید می‌بینید اسپن A، سمت چپش همین حالت چی هست؟ همین حالت هایلویی هستش که به وجود آورده. در حالت قبلی که بعدیم به شما توضیح دادیم، بعدیم بهتون گفتیم که زمانی که کراس به وجود میاد قیمت میاد به اون ابر کمایی میرسه. بسیار خوب، یه دور ابر کمایی میاد میرسه و این کراس حالا به وجود میاد، یه حرکتی شکل میگیره و قیمت میتونه حتی پایین تر از این حرکت بکنه یا میتونه توی این ناحیه برگرده که گفتیم اکثرا ما توی این ناحیه برگشت قیمت رو میایم میگیریم. خب روی NZD USD پیداش کنم اینجا NZD USD نگاه کنید دوستان، این یه ابر کمون خب اینجا قرار گرفته، میبینید این پایین کراس، ما این در مورد صحبت کردیم، دو تا کف پایین بزنه حرکت کنیم بیاد بالا. حالا ما میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم در مورد این ابر بیایم یکم بیشتر صحبت کنیم. خب حرکت این ابر به شما گفتیم قیمت ابتدا میتونه توی این حالت بیاد به این کفه برسه، برگرده بیاد پایین. اگر تنکاسن اینجا رد بکنه میره قیمت به این ناحیه بالا روی این ابر میرسه تا به این ناحیه رو میگیره. حالا ما میخوایم زمانی که کراس به وجود میاد و زمانی که این نزدیک به هم قیمت یه حرکت پرقدرت انجام میده به این ناحیه میرسه، در مورد این صحبت بکنیم که ما در این حالت ببینید ما اینجا هایلو ابر رو داریم و یه هایلو قیمت داریم دیگه اینجا هست. دقت کنید دوستان، زمانی که قیمت پرقدرت حرکت کنه، الان میخوام بریم اون حالت رو بررسی بکنیم که اینا دقیق دیگه متوجه بشید. ببینید الان اینجا اومده پایین، اومده ناحیه پایین تشکیل شده، این ناحیه ابر رو اومده دقیقاً ببینید اینجا رو اومده رد کرده، این ناحیه ابر ردش کرده و اینجا ما نقطه ورودمون بوده دیگه، اینجا ورود کردیم به یک ترید بای و شرایطی که توضیح دادم در ویدیو براتون گذاشتم، ویدیو قبلی. حالا همین شرایط رو میخوایم بریم در حالت دیگه‌ای بررسی بکنیم. چی هست؟ دقیقاً ناحیه‌ای که این کراس به وجود میاد دقیقاً کجاست؟ توی این ابر کمای جا مونده است، اینجاست. شرایط در اینجا فرق کنه. ما یک سری نوسانات داریم که بهتون خواهم گفت. ما ببینیم چیکار میکنیم دوستان، خیلی مهمه. ببینید تمام این ابرهای کمای جا مونده که دقیقاً روبروش کراسه قیمت میاد بهش میرسه، چه اینجا چه اینجا. ببینید اینجا به وجود اومده به ناحیه اومده رسیده. اما بعد از این چه خواهد شد و من بهتون الان میخوام توضیح بدم که زمانی که این قیمت به ابر کم جا مونده در این شرایط میرسه که در محدود ابر کم اومده کراس به وجود آورده، بعد چیکار میکنه؟ ببینید این رود کراس هست روی تنکانسن کیجنسن، قیمت میاد ابتدا به کجا میرسه؟ اسپن این در داخل ناحیه است، میاد به اسپن بی این ابر میرسه. این میشه حرکت اول. حرکت دو چیه؟ اینجا باز حرکت اول اینه. ببین جفتشو من دارم اینجا بهتون نشون میدم که بدونید باید اینجاش کار بکنید. حرکت اول ترید سل تا به این ناحیه. حرکت دو در حالتی که قیمت شما به این ناحیه اومد، بعد از اینکه کراس شکل گرفت اومد به اینجا رسید. حالا اجازه بدید به اینجا یه ورتیکال لاین هم بیام اینجا بندازم. وقتی اومد به این ناحیه رسید، بدنه کندل شما اگر ورود کرد داخل ابر ریزش میکنه تا کجا؟ تا این کف هایی که این پایین داره. خود این موجی بودی که ساخته دیگه. ببینید این ابر این موجی بودی که این ساخته، این لوش بوده اینم هایش بوده، درسته؟ و یعنی داخل این ناحیه قرار گرفته. این حالا ابری که اینجا هست داخل این ناحیه قرار گرفته، داخل موجی که گفتیم پشت این قرار گرفته، پشت این ابر قرار گرفته. برای ما مهمه موجی که به این شکل. خب ببینید وقتی بدنه کندن اینجا رد میکنه میاد به این کف میاد میرسه. اینجا زمانی که دقیقاً رود کراس شما شکل گرفت، قیمت به سمت نزولی اومد، دقیقاً بیاد
روی اسپن بی ریجکت بشه. یک حرکت برگشتی به سمت ناحیه خود رود کراس رو ما خواهیم داشت. بعد از این ما صبر میکنیم تا تنکانسن ما به سمت بالا نشون بده. برای حالت چی هست؟ برای حالتی این در بالای اپ به وجود اومده باشه. در حالتی که در پایین اپ به وجود اومده باشه هم ما میتونیم از این شرایط استفاده بکنیم. برعکس اینه دیگه. خب تنکانسن ما به سمت سودی نشون میده. زمانی که تنکانسن ما میاد به سمت سودی نشون میده، یک قبل‌تره، ما کندل نگاه میکنیم کجا هست. ببینید کندل بالاست. کجا قرار گرفته؟ اومده بالا. اگر کندل ما بالای ناحیه قرار گرفته باشه، قیمت میره اون هایو میزنه، هایی که ساخته، یعنی هر چه هایی که اینجا توی ناحیه که ریزش کرده اومده ساخته میره اون هایو میزنه. شما میتونید از این حالت نوسانی هم به این شکل استفاده بکنید. خب پس بحثمون این هست. من کامنت هم گذاشتم تو یوتیوب ویدیو قبلی، گفتم ترید نکنید تا بهتون بگم، یعنی تو این ناحیه رو بخواید ترید بزنید. خب بیاین اینجا تو لایو بازار یو اس جی پی وای رو آنالیز بکنیم. قیمت ما زمانی که اومده به این ناحیه رسیده چی شده دوستان؟ دقیقاً تو اسپن بی ریجکت کرده. حرکت بازگشتی به سمت ناحیه رود کراسی که به وجود اومده، میاد دقیقاً به این ناحیه میرسه، منتظر بازگشت تنکانسن. یعنی تنکانسن به سمت سودی نشون میده. کندل کجاست؟ اینجاست. برو 400 سلشو بگیر تا اون ناحیه کف که اینجا باشه رو بیا ترید بکن. به همین راحتی شما میتونی سودای خیلی زیادی بکنید. این یاد گرفتی؟ لایک، سابسکرایب، کامنت رو فراموش نکن. کانالمون هم به دوستانتون معرفی بکنید که بیان استفاده بکنن. دوستان عزیز، اگر حمایت نکنید خب این کانال دیده نمیشه و ما مطلب خیلی کم میذاریم. نمیدونم چقدر دارم بهتون میگم، مطلب خیلی کم میذاریم. اینجا نگاه کنید دوباره این حالت به وجود اومد، اینجا کراس به وجود اومد. رود کراس نیست، یک کراس چی هست؟ معمولی هست که اینو بهتون اومدم در ویدیو قبلی بهتون توضیح دادم. به این شکل به راحتی میتونه بیاد بهش برسه و تا ناحیه ابر رو بیشتر نمیگیره. این رود کراس بسیار بسیار نکته مهمی بود که باید بهتون میگفتم. اینجا باز این کراسی که اینجا شکل گرفته رو میبینید که این حرکتش تقریبا دیگه اون ناحیه کفو به خوبی زده. اینجا هم باز حرکتش تقریبا اون ناحیه کف رو اومده بهش رسیده. اکثرا اینجا الگو داریم دیگه. اینجا هم باز همینه، گوشش اینجاست. مثلا دقیقا تو این ناحیه منتظر ریجکشن خواهیم بود، یعنی بیاد اینجا برسه ریجکت بکنه اینجا برگرد. مثل عین همین دقیقا به وجود میاد. این رود کراس بود. تو رود کراس ها خیلی مهمه که شما این نکته رو بدونید، رفت و برگشتی ها و پوزیشن گیری مثل همین حالت. و در حالتی هم که میاد میزنه خب میبینید که حرکت بیشتر تمایل داره که بیاد اون ناحیه کفی که اینجا فرسونی پایین تر هست شادو بدن کندل بیاد بگیره. حالت خریدش هم همین هست، یعنی روی NZDJP با NZDUSD که ما توضیح دادیم دقیقاً این حالت هم به همین شکل، یعنی تمایل داره بیاد کجا رو بگیره؟ همین ناحیه. به همین راحتی اینجا کراسی که به وجود اومده در ناحیه ابر کومای نیست و رود کراس هست. قیمت ابتدای ناحیه بالا رو اومده بهش رسیده، ریجکت برگشت اومده پایین و رفته بالا. خب چرا دقیقاً تا این نقطه برنگشته؟ به خاطر اینکه داخل این ابر کومای جا مونده نیستش. یه شکلی بهتون توضیح دادم که به خوبی متوجه بشید. میاد پایین برمیگرده و میره در نهایت به این ناحیه بالا میرسه. چرا؟ چون این رود کراسی که اومده اینجا زده قبلش دو تا کراس دیگه هم شکل گرفته که رود کراس نیست و ما اینجا پوزیشن گیریمون بر اساس چیه؟ بر اساس این قیمت ما بیاد بالای تنکانسن 9 دورمون شکل بگیره. ببینم چجوری میتونید در بازار سود بگیرید. نوع حرکت ها رو یاد گرفتید. بحث کلی رو دوباره خلاصه بهتون میگم. ابر کومی جا مونده بود که اگر رود کراس دقیقاً نقطه مقابلش باشه حرکت رفت و برگشت و بعد چرخش تنکانسن رو بررسی میکنید. در صورتی که کراسای دیگه زده باشه خب ما میدونیم که قیمت 99% میتونه به اون سقف و کفایی که قبلتر از اون ناحیه اپ هست در حال کندل استیک
که شکل گرفته میتونه به اون برسه و اون ناحیه میاد اون شادو بدن کامل رو مشخص میکنی و خط سود میگذارید. پیروز موفق باشید. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. خدایا رو نگهدارتون.